یه روز تعطیل که داشتم کارامو انجام میدادم و مشتری نداشتم، یه ایده ناب به سرم زد. پس بریم که انجامش بدیم. رینگ لایتمو آوردم، نورمو تنظیم کردم، قابای گوشیمو آوردم، وسایلی که مورد نیازم بود و آماده کردم. قاب گوشیمو با فوم شستشو خیلی خوب تمیزش کردم. از مام اول اسپیس برای انتقال طرح استفاده کردم. طرحو انداختم و نتیجه از اون چیزی که فکرشو میکردم خیلی بهتر شد. شما میتونین برای اینکه طرحتون ماندگاری بیشتری داشته باشه روی قاب یه خورده باد سشوار رو روش بگیرین. رنگمو کاملا شیک کردم، توی تشتک ریختم. اینم طرح مورد نظرمه با کلی تغییرات. شروع کردم به کار کردن. برای اینکه اولش یه خورده مشکل پاک شدن داشتم، تصمیم گرفتم یه سری خطوط اولیه برم و بعد جزئیاتو کامل کنم. یه سری از خطوط رو بلندتر زدم، یه سری از خطوط رو کوتاه‌تر، یه جاهایی ضخیم‌تر، یه جاهایی ظریف‌تر. یه سری چیزا بهش اضافه کردم. سوزنای استفاده شدم، سوزنای RL 3 گرید 10 و سوزن RL 7 گرید 12 بود و از سوزن RS برای پر کردن استفاده کردم. برای اینکه طرحم بیشتر به چشم بیاد یه سری از سایه ها رو بالاتر بردم. شروع کردم به مرحله مورد علاقم، مرحله اجرای چشم. با سوزن RL 3 گرید 10 شروع کردم سایه های ریز زدن، جزئیات داخل چشم رو در آوردن و بازم کارو تمیزش کردم و بریم برای لوک آخر. امیدوارم که این کار رو دوست داشته باشین. هر چقدر که دوست داشتین حمایت کنین. دوستتون دارم. خدافظ.